سلام دوستان، سپر هستم از فروشگاه اینترنتی دیجی خرید با قسمت دوم آموزش ورد 2013 به زبان ساده در خدمتون هستیم. خب شروع میکنیم. متنمون آماده هست. در بالای ورد یه سری زبونه ها وجود داره که به اونها تب گفته میشه: اینزرت، دیزاین، پیج لیاوت، رفرنس، میلینگ، ریویو، ویو. به قسمت هوم میریم. در هر کدوم از این زبونه ها بخشای وجود داره که درون هر بخش هم یه سری ابزار وجود داره: کلیپ بورد، فونت، پاراگراف. خب ما با فونت شروع میکنیم که از مهمترین بخشای ورد هست که میتونیم فونت رو عوض بکنیم، سایز رو عوض بکنیم، رنگ نوشته رو عوض بکنیم، بولد بکنیم یا زیر خط بهش بدیم. به فرض مثال فروشگاه اینترنتی دیجی خرید رو ما میخوایم فونتش رو عوض بکنیم. به فرض مثال میخوایم بکنیم این. همونطور که میبینیم فونتش تغییر کرد. حالا در قسمت بعدی سایزش هست. سایز رو مثلا 48 میکنیم. در کنار اونها یه آیه بزرگ هست، یه آیه کوچیکتر هست که این دوتا از 12 دوتا بالا میره و از 12 یکی. همونطور که میبینید اگه میخواین دقیق پایین برید و بالا برید، همونطور که میبینید 28 24 10 9 همینطور کوچیک میشه. حالا به فرض مثال ما میخوایم 36 رو انتخاب کنیم. در قسمت پایین تر بولد هست یا اون نوشته‌مون رو کلوفت میکنه. بی رو که بزنیم کلوف یا کلید میانبرش هست کنترل بی. همونطور که میبینید ایتالیک یه مقدار نوشته رو کج میکنه. و به فرض مثال میخوایم دیجی خرید رو زیرش رو خط بکشیم. اون کلمه ای که میخوایم زیرش خط کشیده بشه میگیریم، یعنی با کلیک راست اون رو به فرض مثال آبی میکنیم و یو زیر خط آندرلاین رو میزنیم. ببینید که خیلی راحت زیرش خط اومد. فرض مثال میخوایم حالا مثلا این هم بزرگ میکنیم، اولین مرجع رو بزرگ میکنیم با همون نوت اریال به فرض مثال 22. میخوایم اولین مرجع رو مثلا قرمز بکنیم. میگیریم رنگیش میکنیم، با کلیک راست رو باید فشار بدید و انتخاب بکنید. در این قسمت همونطور که میبینید یه آ هست که زیرش قرمز هست. این فقط برای رنگ فونت هست. این فلش رو میزنید، میتونید رنگ های مختلف رو انتخاب بکنید. به فرض مثال ما قرمزش بکنیم. در کنار اون یه آ هست که این هایلایت هست. به وقتی که ما درس میخوندیم یه بخش مهمی رو که میخواستیم هایلایت بکشیم با ماژیک هایلایت میکنیم، نقش همون ماژیک کرده. فرض مثلا تخصصی یو پی اس و ترانش رو میخوایم هایلایت بکشیم، رنگش میکنیم، هایلایت رو میزنیم. حالا رنگ های مختلف با توجه به فلشه اول انتخاب یا اول اون چیز ابزار رو انتخاب میکنیم، روی نوشتمون میکشیم. در این قسمت کلیر اول فورمتینگ هست. کلیر اول فورمتینگ میاد به اولین فرمتی که اون کلمون داشته برمیگرده. فرض بکنید که من اینو کلا قرمز کردم، فونتش رو تغییر دادم، زیر خط گذاشتم. حالا میخوام که کلا به حالت اولیه برگرده. اینو میزنم ببینید به حالت اولیه برگشت. فقط هایلایت رو تغییر نمیده. به فرض مثلا میخوایم هایلایت ها رو برداریم، بدون نو کالر رو انتخاب کنیم، روی بخش ها میگیریم، نو کالر رو انتخاب شد. در این قسمت همونطور که میبینید بیشتر برای یعنی در واقع فقط برای نوشتار لاتین هست. فرض کنید بنویسیم hello، همین کلمه رو بزرگ میکنم که شما بهتر ببینید. قسمت
قسمت فوند، تب هوم، قسمت فوند مثلا سایز اسم فونت اریال سایز 72 انتخابش میکنیم. در این قسمت ببین نوشته سنتنس کیس، یعنی این اول نوشته هستش. میذاریم لوور کیس، یعنی کلن همه رو با حروف کوچیک نشون بده. آپر کیس همه رو با حروف بزرگ نشون بده. کپیتالایز ایچ ورد، اول هر کلمه رو به فرض مثال کار هم اضافه میکنم. ببینید میگیرم هر کلمه رو اولش رو بزرگ نشون میده. این هم مدلی از زیاد کاربرد نداره و میبینید که به این صورت هستش. در قسمت بعدی این قسمت هستش که حالا به حالتهای مختلف در میاره نوشتر رو. بیشتر برای سرتیترها هست، حالا ما فارسی بیشتر کار داریم. مثلا میکنیم 28 دلاین برمیداریم. حالا میخوایم خوشگلش بکنیم به قول معروف، مثلا دیج خرید به این صورت چون رنگش رو تغییر بدیم همونطور که میبینید. دیگه این بقیهش سلیقه‌ای هست، میتونید سایه بدین زیرش و هر کدوم از کاری که میخوایم بکنیم و حالت اولیه برمیگردونیم. بزرگش میکنیم 72 گنده است 36. خب دو تا ابزار رو بهتون نشون ندادم، این سه تا رو هنوز بهتون نشون ندادم، مثالهاشو زدم. فرض کنید مثلا لیست میخوایم روشو خط بکشیم، بزرگش کنم که شما بهتر بتونین ببینید. فرض کنید قیمت UPS هست، ما میخوایم روشو خط بزنیم. 1 میلیون رو انتخاب میکنیم، این ابزار رو میزنیم، خط میکشیم، خط زده میشه، جلوتر میزنیم 990. خیلی ساده. در قسمت بعدی به فرض مثلا میخوایم فرمول نویسی کنیم در وردمون. دو تا ابزار برای فرمول نویسی داریم، بزرگ میکنم که شما راحت‌تر ببینید. فرض کنیم میخوایم فرمول آب رو بنویسیم، هاچ یه دو پایین داره، ایکسی که دوش پایین هست رو انتخاب میکنیم، دو رو می‌نویسیم پایین، دوباره از انتخاب درش میاریم، دو رو می‌نویسیم. در قسمت بعدی که بیشتر برای فرمول نویسی ریاضی هست، فرض میکنیم یه فرض مثلا میخوایم یه فرمول ریاضی در فایل وردمون بنویسیم. بزرگ میکنم x به توان 2 میخوایم بنویسیم. این قسمت خودش نوشته x به توان 2 نمادی از فرمول نویسی ریاضی هست که در بالا میخوایم به توان برسونیم. میزنیم ابزار رو، 2 رو مینویسیم. حالا میخوایم پایین به علاوه بنویسیم، این رو بر میداریم به علاوه y. حالا میخوایم بگیم به توان باز میخوام برسونم، توان مثلا 4. دوباره پایین میخوام بنویسم مساوی 202. خیلی ساده هست این ابزار. خیلی ممنون که توجه کردیم به ویدیو ما. در قسمت‌های بعدی پاراگراف رو براتون توضیح میدیم و ابزارهای دیگه مثل اینسرت، دیزاین، پیج لی‌آوت که خیلی کاربردی هستن و میتونین خیلی راحت با ورد 2013 کار بکنید. اگه سوالی داشتید میتونید کامنت بذارین یا ایمیل به ما بزنین. ایمیل ما هست info@djkharid.com. خدا نگهدار.